ببینید وقتی یک کسی داره رنج میکشه، یک عده‌ای دارن رنج میکشن، مخصوصا عده‌ای که شما به اونها تعلق خاطر دارید، باید یک نسبتی با این رنج برقرار کنید. شما نمیتونید بی تفاوت از کنارش بگذرید. حالا ببینیم این فلسفه در واقع داستان ethics of care چیه. در فلسفه معاصر یک مفهومی وجود داره به اسم ethics of care، یا همون اخلاق مراقبت که خدمتتون عرض کردم. این رویکرد رو اولین بار یک خانمی به اسم کارول گیلیگن در یکی از دانشگاه‌های آمریکا که ایشون فمینیست هست، اخلاق گراست و روانشناسه، اینو برجسته کرده، راجبش صحبت کرده و میگه اخلاق فقط در لابلای قانون و بین سطور کتاب‌ها و دستورها یا قواعد خلاصه نمیشه. اخلاق از دل روابط انسانی میاد بیرون، از حساسیت نسبت به آسیب پذیری آدم هایی که ما میشناسیمشون یا حتی نمیشناسیمشون. اخلاق از پاسخ دادن به نیاز دیگری بیرون میاد. از نگاه اخلاق مراقبت، اگه بخوام واقعا اخلاقی به قضیه نگاه کنیم، انسان ها موجوداتی مستقل نیستن که بگیم خب ما کاری با هم نداریم. ما یک در واقع ارتباط مفهومی و اجتماعی با بقیه انسان ها داریم و این شبکه از وابستگی متقابل بر ما وظیفه ایجاد میکنه و ما مسئول هستیم در مقابل رنجی که بقیه میکشند. بنابراین بی‌تفاوتی یا سکوت یک وضعیت خنثی نیست. این نیست که من بگم من سکوت میکنم، خب حالا من فقط یک وضعیت خنثی رو در نظر گرفتم، طرف هیچ کدوم رو نمیگیرم یا به هر دلیلی مشارکت نمیکنم. این سکوت خودش یک موضع اخلاقیه. یعنی شما وقتی ساکت میمونید دارید موضع میگیرید و این موضع طبعا قطعا موضعی است که جناحی که در قدرت هست به نفع خودش مصادرش میکنه. بذارید اینجوری من به قضیه نگاه کنم: یا ما موافقیم که این کار غلطه، که نباید مردم رو بکشند، که این طریق حکومت داری نیست، این بعد از 47 سال این وضعیت اقتصاد مملکت نیست، این نباید نوع برخورد با یک جوان ایرانی باشه که اینطور با ظلم و با جنایت باش برخورد کنن، یا اینو قبول داریم که غلطه یا قبول نداریم و فکر می‌کنیم درسته. در هر صورت من اعتقاد دارم که ما بایستی حرف بزنیم. من نمیفهمم این سکوت رو بنده یک عمل اخلاقی نمیدونم. من این سکوت رو فاصله بین دونستن حقیقت و عمل کردن میدونم و اینجا همونجاست که اخلاق به مسئله اجتماعی سیاسی تبدیل میشه. حالا بذارید از نگاه فلسفی نگاه کنم. هانا آرنت رو فکر میکنم هممون میشناسیم، حالا اسمش حداقل به گوشمون خورده. خانم آرنت یک فیلسوف آلمانی آمریکاییه که ایشون از آمریکا به عنوان یک ژورنالیست میاد و شرکت میکنه در دادگاه آدولف آیشمن معروف که اسرائیل از آرژانتین ایشون رو بود و آورد در اسرائیل محاکمه کرد. خانم آرنت میره شرکت میکنه تو این دادگاه و بعدش میاد مینویسه و صحبت میکنه راجع به یک مفهومی که احتمالاً همتون شنیدید و مفهوم ابتذال شر هست یا پیش پا افتادگی شر. یک مفهومی که در انگلیسی بهش میگیم banality of evil و evil of banality، یعنی ابتذال شر و شر ابتذال. کل حرف خانم آرنت رو من بخوام خیلی خلاصه کنم اینه که میگه ببینید، شر همیشه از یک سری هیولا و یک سری آدم‌های در قدرت و اینها نمیاد. شر خیلی از مواقع از عادی شدن اتفاقا میفته، از سکوت میفته، از بی تفاوتی میفته، از اطاعت محض میفته و از اطاعت کورکورانه میفته. این یعنی چی؟ یعنی که اگر من در این جایگاهی که هستم سکوت کردم در حالی که میدونم حق داره پایمال میشه، من یه بخشی از اون شرم. من اگر ساکت موندم وقتی دیدم که میتونم حرفی بزنم و میتونم کمکی بکنم، میتونم صدای مظلوم رو برسونم و من پیروی کنم از اون جریانی که داره ظلم میکنه، من خودم یه بخشی از اون ظلم هستم. خب بنابراین ساختارهای قدرت عرض کردم میان و سکوت افراد رو مصادره میکنن به نفع خودشون. بذارید حالا از منظر جامعه شناسی هم صحبت کنیم. ما یک فیلسوفی جامعه شناسی داریم به اسم آقای پیر بوردیو فرانسویه و تئوری سوشال کپیتال میشه سرمایه اجتماعی رو مطرح کرده. آقای پیر بوردیو میگه که ببینید، سلطه فقط با زور نیست که ادامه پیدا میکنه. این نیست که هر کسی زور داره الزاما فقط سلطه میکنه، بلکه از طریق عادت‌ها یا عادتواره‌ها هابیتس و از طریق ترس‌ها و طبیعی جلوه دادن وضعیت موجود تثبیت پیدا میکنه. ببینید، ما وقتی که پذیرفتیم که این ظلم عادیه، فقط حالا ما چیکار کنیم که تطبیق پیدا کنیم با این ظلم، خودمون میشیم یک بخشی از پروسه بازتولید، از فرایند بازتولید این زور.
ما وقتی سکوت میکنیم، این سکوت درسته از ترس سرچشمه میگیره، ولی ناخواسته در باز تولید این نظم، منظورم از نظم سیستم حاکم و مستقر هست که ظالم داره ایجاد میکنه، ما خودمون در باز تولید این نظم مشترک میشیم، شریک میشیم. ما در این جنایت شریکیم اگر ما صحبت نکنیم. تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. حالا از نگاه ملی ما بخوایم به قضیه نگاه کنیم، ما ایرانی یک پیوند عمیقی داریم با سرزمینمون، با مردممون، با ملیتمون، با حافظه تاریخیمون، با زبانمون. وطن فقط برای ما یک مرز جغرافیایی نیست که اگر بود من الان تو ونکوور کانادا چیکار دارم بشینم راجع به این مسائل حرف بزنم. ما وقتی راجع به مردممون فکر میکنیم و سعی میکنیم که به اونها فکر کنیم و صدای اونها باشیم، در واقع داریم به کرامت انسانیمون احترام میذاریم. بنابراین این صحبت من اول دوم سوم یه یادآوری به خود بنده است و بعدم یه جورایی یک دعوت به حفظ این پیوند بین وجدان فردی و اخلاق انسانی و رنج جمعیه. ما اینو باید با هم جمع بزنیم، با هم گره بزنیم. اگه این پیوند گسسته بشه، عملا جامعه به تدریج حساسیتش رو از دست میده. و یادتون میاد چی گفتم راجع به پیر بوردیو؟ میگه شما وقتی عادت کردید به ظلم مستقر، به سیستم ها، به اون نظم مستقر، شما دارید عملا دامن میزنید. داری نه فقط دامن میزنید، داری کمکش میکنی، مثل یک اسپانسری که داره کمک میکنه و خوراک اون آتش رو فراهم میکنه. شما با این سکوتت و با عادت کردن بهش و با عدم مخالفتت داری به نوعی همراهی و همکاری میکنی با اون مجموعه قدرت و اون مجموعه ظالم. به امید ایرانی آباد، آزاد، پاینده و سربلند به زودی. موفق